ما چند وقت پیش داشتیم میرفتیم خونه که دیدیم یکی از دوستامونو پلیس گرفته داره میبره. تا ما برسیم اینا رفتن ولی خواهرش اونجا بود. گفتم چی شده؟ گفت نمیدونم بیا با هم بریم کلانتری ببینیم چی شده. ما با خواهر دوستمون رفتیم کلانتری پیش افسر نگهبان. گفتم آقا این دوست ما رو برای چی گرفتید؟ چی شده؟ سرش آورد بالا ما رو با هم دید. گفت شما چه نسبتی با هم دارید؟ ما رو میگی؟ گفتم الان اونی که ول نمی‌کنه چی گیری میده ما رو هم نگه می‌داره. تو همین فکر بودم که جواب بدم. گفت آقا با شما میگم چه نسبتی دارید؟ گفتم شما به مفهوم دوست اجتماعی اعتقاد دارید؟ گفت نه. گفتم پس همسرمه. ما اینو گفتیم یا خر دوستمون برگشت گفت واقعا؟ اصلا بازی عوض شد. یعنی من میخواستم اونو جمعش کنم الان باید اینو جمعش میکردم. بعد با این واقعا که این گفت من میگفتم آره باید میگرفتمش. میگفتم نه میگرفتنم. به جرم ایجاد مزاحمت برای نوامیس جلو چشمای پلیس. گفتم خدای چه گلی بگیرم سرم شد. تو همین فکر بودم شوخم دور آقا با شما هم چی شد بالاخره؟ گفتم که والا چشم که گرفته ولی اگه اجازه بدید باقی مغازه‌ام یه دور میزنم برمیگردم. آقا وایسا مسخره بازی در نمیاد میگم با متهم چه نسبتی داری؟ گفتم اون نسبت اصلا به این نسبت کار نداشتی از اول. گفت نه که دیدم یه خواهر دوستم برگشت گفت وا آقا شوهر خواهرش میشه دیگه چند بار میپرسی. بعدم برگشت من گفت شوهر کی بودی تو؟ ما رو میگی اصلا توی وضعی دیگه. ما اون روز انقدر گند زدیم که اون آقا پلیس بالاخره به ما مشکوک شد. گفت شما واقعا زن و شوهری؟ گفتم آره. گفت راست میگی اسم بابا بزرگ خانومت چیه؟ گفت من آخه بابا بزرگ اینو از کجا دیدم؟ گفتم با اعتماد به نفس جواب میدم که حل و فصل قضیه به. گفتم بابای باباش یا بابای مامانش؟ گفت بابای باباش. گفتم ما حاج آقا صداش میکنیم. گفت بابای مامانش. گفتم اونم حاج آقا صدا میکنیم ما فرق نمیذاریم بین بابا بزرگ